در دنیا یک سالانه بیش از 1.5 تریلیون تخم مرغ مصرف می شود. فناوری‌های صنعتی نقش حیاتی دارند. این فرم‌ها با ظرفیت‌های فراتر از 1 میلیون مرغ تخم‌گذار به گونه‌ای طراحی شده‌اند که روزانه تا 800,000 تخم مرغ تولید کنند. تولید صنعتی تخم مرغ امروز یکی از پیشرفته‌ترین سیستم‌های غذایی جهان به شمار می‌رود. هر مرحله با دقت، فناوری و هدفمندی طراحی شده است تا سلامت مصرف کننده تضمین شود. این سیستم نه تنها ظرفیت تأمین تقاضای انبوه را دارد، بلکه با ردیابی، نظارت بهداشتی و کنترل کیفیت دقیق خیال خریدار را راحت می کند. از فرم تا فروشگاه، هر تخم مرغ سند است بر مدیریت علمی و حساب شده تولید غذا. این یعنی اعتماد به غذایی که هر روز می خوریم. همه چیز در این سیستم ها خودکار و تنظیم شده است. از تغذیه گرفته تا جمع‌آوری، انسان در این روند حضور فیزیکی ندارد، بلکه تکنولوژی جای او را گرفته است. وقتی وارد چنین فرم‌هایی می‌شوید، مشخص است که یک کارخانه دقیق، زنده و هوشمند است که هر تخم مرغ نتیجه محاسبه، تنظیم و نظارت دقیق ماشین و هوش مصنوعی است. مرغ‌ها در محیط کاملا کنترل شده زندگی می‌کنند. سالن‌های با دمای پایدار، نور تنظیم شده، تهویه حساس و تغذیه ماشینی. این شرایط به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا نه تنها مرغ‌ها سالم بمانند، بلکه استرس کمتر تجربه کنند و تخم‌گذاری با کیفیت بالا داشته باشند. روزانه خوراکی دقیق با ترکیب غلات، ویتامین‌ها و مواد معدنی برای هر مرغ فراهم می‌شود. آب تمیز به طور پیوسته در دسترس آنها است. همه چیز تحت نظارت نرم افزارهای کنترلی است که کوچکترین تغییر را ثبت می کنند. سلامت مرغ یعنی سلامت تخم و سلامت تخم یعنی اعتماد مصرف کننده. وقت مرغ تخمش را می‌گذارد، آن تخم‌ها مستقیما وارد مسیر نقاله‌ای می‌شود که بدون توقف و بدون تماس انسانی آن را به یک خط فراوری می‌برد. این نقاله با شیب و سرعت مشخص طراحی شده‌اند تا تخم آسیب نبیند. در چنین فرم‌های روزانه صدها هزار تخم مرغ جمع‌آوری می‌شوند. آن هم با دقتی که احتمال خطا را به صفر نزدیک می‌کند. هر حرکت در این مسیر حساب شده است، از زمان ورود تخم تا رسیدن به ایستگاه